اگه میخوای بدونی که اعتیاد به گوشی داری، به این 3 تا علامت توجه کن. 1. افت تمرکز. مثلا میای با خودت برنامه ریزی میکنی که یک کاری رو اگه من تمرکز کنم روش 1 ساعت تموم میکنم، ولی میبینی 3-4 ساعت وقت گذاشتی و هی اون وسط حواست پرت شده و کارت به نتیجه نرسیده. 2. وقتی داره گوشی شارژش تموم میشه یا اینترنت تموم شده، دچار اضطراب و استرس میشی. 3. غیر ارادی و بدونی که بخوای هی سمت گوشیت کشیده میشی. مثلا اعلان میاد و سریع میدوی که ببینی چه خبر. اگر این علائم رو داری، بدون که فقط مسئله زیاد استفاده کردن نیست و شاید سیستم پاداش مغزت شرطی شده باشه. ساده ترین کاری رو که میتونم بهتون بگم انجام بدید اینه که اعلانهای گوشیت رو خاموش کن. هر اعلان یعنی داخل مغزت دوپامین ترشح میشه و وقتی مغزت شرطی بشه با این اعلانها، دیگه تصمیماتی که تو زندگی میگیری ارادی نیست و واکنشیه و برای همین اضطراب و استرس زیادی رو تجربه میکنی. همین الان اعلانات رو خاموش کن، فقط تماسهای اضطراری رو فعال کن و نتیجهش رو ببین. چی میشه؟ سکوت بیشتر، آرامش بیشتر. تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید.